منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم در هر گوشه این گیتی پهناور که هستید در پناه حفظ پروردگار متعال باشید. در برنامه امروز می‌خوایم درباره اهمیت نماز و حکمت آن صحبت بکنیم. نماز این عبادت بزرگی که الله سبحانه و تعالی از بالای 7 آسمان آن را بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بر امت ایشان فرض گردانید. این یکی از ویژگی‌های بزرگ نماز است که همه عبادت‌ها در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمین و در کنار اصحاب گرانقدرشان قرار داشتند بر مسلمانان فرض گردید. تنها نماز است که در شبی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتند و در نزد الله سبحانه و تعالی و در بالای 7 آسمان در کنار پروردگار متعال این عبادت بزرگ بر ما مسلمانان فرض گردید. پس هیچ یک از عبادت‌های دیگر این ویژگی را ندارد که در بالای 7 آسمان بر مسلمانان فرض شده باشد در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. نماز یکی از عبادات بزرگ الله سبحانه و تعالی است. در سوره بینه آیه 5 الله سبحانه و تعالی می فرماید که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. و به آنان دستور داده نشده است مگر اینکه الله را مخلصانه و حق گرایانه پرستش نمایند و فقط بر دین او باشند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند و این است آیین و دین راست و درست. و در سوره نساء آیه 103 می فرماید که این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. همانا نماز بر مؤمنان فرض است در اوقات معینی. برادران و خواهران عزیز و گرامی، همه ما به زودی از این دنیا خواهیم رفت و در پیشگاه پروردگار متعال حاضر می شویم و در آنجا نیز به خاطر همه اعمال کوچک و بزرگ خود پاسخگو خواهیم بود. یا با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور می شویم و بهشت می رویم که نعمتهای جاودانگی الله سبحانه و تعالی در آنجا وجود دارد، یا العیاذ بالله و خدای ناخواسته به دوزخ که آن سرای گناهکاران و سرای مجرمین و کسانی است که در این دنیا عبادت نکردند، الله سبحانه و تعالی را نپرستیدند، اعمال خوب انجام ندادند و این سرنوشت زشت و بد نصیب کسانی است که در این دنیا غفلت کردند. در بارگاه الله سبحانه و تعالی و در روز قیامت اولین عبادت و اولین فرض و اولین سؤالی که از انسان در آنجا پرسیده می شود نماز است. اول از نماز و اعمالی که متعلق به نماز می باشد از انسان سوال می شود و مورد محاسبه قرار می دهد. پس اگر کسی نمازش درست بود، انشاءالله بقیه عبادات او نیز درست خواهد بود. نماز
فرق بین کافر و مسلمان است. به وسیله نماز می توانیم ما انسان مسلمان را از انسان کافر تشخیص بدهیم. همچنین نماز اولین چیزی است که طوری که گفتیم در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از آن حساب و کتاب می گیرد. و همچنین نماز ستون دین است و عمود دین ذکر شده است در حدیث ترمذی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که رأس امور اسلام و ستون آن نماز است و قله آن جهاد می باشد. و باید بدانیم که اگر ستون بیفتد ساختمان همه اش نابود خواهد شد و اولین عملی که بنده به خاطر آن محاسبه می شود نیز نماز این عبادت بزرگ است. در روایتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در لحظات آخر زندگی خود که می‌خواستند وصایای مهمی برای امت بکنن می‌فرمایند که الصلاة و ما ملکت ایمانکم، یعنی نماز را استوار بدارید و در مورد زیردستان خود به نرمی رفتار بکنیم. ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین لحظات عمر شریفشان ما را به این عبادت بزرگ و به این عمل عظیم تشویق نمودند. پس سعی بکنیم که نمازهای خود را به وقت ادا بکنیم و در ادای نماز کوتاهی نکنیم، زیرا نماز یکی از عبادات بزرگ است. نماز همچنین یکی از ارکان پنجگانه دین مقدس اسلام می باشد. در حدیث متفق علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صیام رمضان و حج البیت. اساس اسلام بر 5 چیز استوار شده است. اول گواهی دادن بر این که هیچ معبودی جز الله وجود ندارد و همچنین محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده و پیامبر الهی است. دوم برپا داشتن نماز، سوم پرداخت زکات، چهارم روزه ماه مبارک رمضان و پنجم حج بیت الله حرام. همچنین نماز از اهمیت بسیار بالا و رفیعی برخوردار است که اعمال رستگاران با نماز آغاز می شود. در سوره مومنون آیه 1 و 2 الله سبحانه و تعالی می فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. همانا مؤمنان رستگار شدند. مؤمنان چه کسانی هستند؟ آن کسانی که در نمازشان خشوع دارند، یعنی خاضعانه و خاشعانه نماز را برپا می دارند. الله سبحانه و تعالی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیروانشان دستور داده است که خانواده های خود را به نماز خواندن امر نمایند. در سوره طه آیه 132 الله سبحانه و تعالی می فرماید وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خانوادت را به نماز خواندن امر کن و خود نیز بر خواندن آن استقامت کن. ما از تو روزی نمیخواهیم بلکه ما به تو روزی میدهیم و سرانجام از آن پرهیزگاران است. و در حدیث شریفی که ابو داود و امام احمد روایت کردند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که فرزندانتان را در سن 7 سالگی به نماز خواندن وادارید و در 10 سالگی آنها را به خاطر نماز تنبیه کنید و محل خواب آنها را جدا کنید. الله سبحانه و تعالی در تمام حالتها نماز را بر ما واجب کرده است. حتی در این باره که انسان مریض باشد یا مسافر باشد نیز نماز از انسان ساقط نمی شود. حتی در حالت ترس، در حالت جنگ، در حالتی که دشمن در روبروی شما قرار دارد نیز نماز از انسان ساقط نمی شود. اگر انسان مریض است نماز خود را نشسته می خواند. اگر نشسته نمی تواند خوابیده می خواند. اگر در خواب هم نمی تواند که رکوع و سجده کند فقط با اشاره می تواند نماز بخواند. پس نماز عبادت عظیمی است که در هیچ حالتی از انسان ساقط نمی شود، حتی اگر که در حالت جنگ
با کفار هم باشیم نماز از ما ساقط نمی شود. در این حالت طوری که می دانید عده‌ای از مجاهدین می روند نماز می خوانند و عده دیگر به نگهبانی می ایستند و وقتی که قسمت اول نماز خود را خواندند بقیه میان و نماز خود را تکمیل می کنند. پس نماز یکی از عبادات بزرگ و مهم است که الله سبحانه و تعالی آن را در هر حالتی بر ما فرض گردانیده است که باید آن را انجام دهیم. یکی از نکات مهمی که امروز دانستن آن برای برادران و خواهران عزیز و گرامی لازم است این است که کسی که نماز را عمدن ترک بکند این انسان حتی به این حد میرسد که از دایره اسلام خارج می شود. در سوره قلم آیه 43 و 44 الله سبحانه و تعالی می فرماید که یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا یدعون الى السجود و هم سالمون. روزی که از ساق پرده بردارند و خلق را دعوت به سجده کنند آنان نمی توانند سجده کنند، چشمانشان پایین افتاده است و خواری و ذلت وجودشان را فرا گرفته است. چه کسانی؟ کسانی که نماز نمی خواندند، کسانی که در این دنیا سالم بودند، صحتمند بودند، همه امکانات برایشان مهیا بود اما در ادای این عبادت کوتاهی کردند. آنها در دنیا سالم بودند اما در دنیا دعوت به سجده شده بودند اما سجده نکردند. آیه فوق دلالت بر این دارد که فرد بی نماز در روز قیامت کنار کفار و منافقینی قرار می گیرد که کمرشان برای سجده خم نمی شود. اگر فرد بی نماز مسلمان به شمار می رفت همانطور که در روز قیامت به مسلمانان اجازه داده می شود که سجده کنند به او نیز اجازه داده می شد که سجده کند. الله سبحانه و تعالی در جای دیگری می فرماید فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات بدن پس برادران دینی شما هستند. ما آیات خود را برای کسانی که اهل دانش هستند بیان می کنیم. الله در آیه فوق نماز را شرط اخوت و برادری دانسته است. بعد جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که می‌فرماید که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة. مرز بین مرد و شرک و کفر ترک نماز است. یعنی مرز و سرحدی که بین انسان و بین داخل شدن به کفر هست نماز می باشد. اگر که انسان نماز را ادا کرد پس داخل مرز اسلام است، اگر که نماز را ادا نکرد وارد مرز کفر شده است. همچنین از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگری که در ترمذی و نسائی و ابن ماجه و دیگر کتب حدیث روایت شده است فرمودند که العهد الذي بیننا و بینهم ترک الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهد و پیمانی که میان ما و آنان وجود دارد ترک نماز است. منظور از آنان کفار است. پس هر کس که نماز را ترک کند همانا کفر ورزیده است. یکی از علمای بزرگ می‌فرماید که اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بجز ترک نماز ترک هیچ عمل دیگری را کفر نمی‌دانستند که روایات فراوانی در این مورد در ترمذی و در کتاب صلات در بسیاری از کتب احادیث که احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است وجود دارد. همچنین نماز فضائل بیشماری دارد که از جمله فضائل نماز این است که انسان را از فحشا و از منکر باز می دارد و انسان را به راه راست و به راه درست راهنمایی می کند. در سوره عنکبوت آیه 45 الله سبحانه و تعالی می فرماید اتل ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر
والله یعلم ما تصنعون. ای پیامبر بخوان آنچه را که از قرآن به تو وحی شده است و نماز را برپای دار، همانا نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد و یاد الله از همه چیز والاتر است و الله می داند که شما چه کارهایی را انجام می دهید. در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که مانند نمازهای پنجگانه مانند نهری است که در کنار دروازه یکی از شما باشد و شما روزانه 5 بار در آن غسل بکنید. این نمازهای پنجگانه مانندی که انسان غسل بکند انسان را از پلیدی ها و از زشتی ها باز می دارد. خب بینندگان عزیز و گرامی، با ذکر این مطلب به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم و یکی از نکات مهمی که برای شما عزیزان باید بیان بکنیم این است که نماز در اوقات معینی فرض شده است که ما باید نماز را در این اوقات معین ادا بکنیم، طوری که در قرآن کریم در سوره اسراء آیه 78 و در سوره هود آیه 114 ذکر شده است. همچنین در نهج البلاغه نامه 52 اوقات پنجگانه نماز به طور مشخص در اوقات پنجگانه ذکر شده است که دوستانی که نماز را در 3 مرتبه میخوانند باید پیروی بکنند از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که ایشان نماز را در 5 اوقات معین فرمودن که باید ادا شود. در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.